پدر و مادر. اما جوانایی که پدر یا مادر تو حیات است، بسیار خواهش میکنم از فرصت استفاده بره، خدمت یارا بکنه، دعاشون بگیره. هر کسی را که پدر و مادرش از او خوشنود و راضی هستن، خدای بزرگ از او خوشنود و راضی است. ما هم یک نازکی را همیشه فراموش میکنیم. در دنیا هیچ کس ما و شما را مثل پدر و مادر ما دوست نمیداره، دوست داشته هم نمیتونه بشه. این محبت زن، محبت فرزند، این محبت ها هستن، اما این محبت ها جای محبت پدر و مادر را گرفتن نمیتونه نسبت فرزند شو. این محبت هایی که مثلا زن به شوهر داره یا که فرزند به پدر داره کم کم ایگایستی هن. ایگایستی را میدونه نه؟ یک نویسنده روس است، چرنیشفسکی، در مکتب آمد خوندینش.